میگویند زندگی آغاز درک عمیقی از جهان است، اما تا به حال به این فکر کرده ای که زندگی تنها برای دیگری نیست؟ زندگی میتواند به معنای احترام به رویاهایت باشد، به معنای شنیدن صدای درونت. زندگی همان لحظه هایی است که تصمیم میگیری به جای ترس جرأت را انتخاب کنی، به جای سکوت حقیقت را بگویی. زندگی کتابی است که هر صفحه‌اش را ما با کلمات و اعمالمان می‌نویسیم. پس بیایید با امید بنویسیم، کلماتی که نه تنها دیگران را بلکه خودمان را الهام بخش کند. بیایید بیاموزیم که زندگی در کوچکترین لحظه ها می درخشد، در لبخند یک رهگذر، در صدای باد، یا حتی در سکوتی که به ما یادآوری می کند زندگی با امید شروع می شود، اما با آموختن ادامه می یابد. بیایید هر روز بیاموزیم که زندگی شجاعت است، زندگی بخشش است و زندگی ما هستیم.